سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش درست کردن دو شاخه با آداپتورهای قدیمی شارژر. امروز ما اینجا هستیم که بر سیمای یه چیزایی که دو شاخه ندارن یا دو شاخه تو خونه نیست به جاش از شارژرهای قدیمی یا آداپتورهای قدیمی استفاده کنیم. نگاه کنیم ما یه آداپتور داشتیم دست کله‌ایمون سیمش پاره شده بود، اینجا استفاده کردیم. اینطوری در میاد. ما نیاز داریم به یه سیمچین یا آداپتور قدیمی و یه سیم لین و یه روغن لین با سیمی که میخوایم با آداپتور رو بس کنیم و این آداپتور رو به جای دو شاخه استفاده کنیم. ما میزنیم به بار داغ شه، میریم تا این داغ شه برگردیم. سلام دوستان، ما برگشتیم، دست کله‌ایمون داغ شد، اومدیم بر درست کردن دو شاخه‌مون. برای این کار اول سر دو سیممون رو قشنگ باز شده لخ میکنیم. بعدش ما از قبل این آداپتورمون رو که داخلش برد داشت خالی کردیم. الان خالی مونده دو شاخه آداپتور و دیگه که کاری نمونده. ما برای این کار تای آداپتورمون که قبلا سویچ شارژر میخورد سیممون رو از اونجا میندازیم داخل و دو شاخه آداپتورمون رو گیره نداشتم برو استفاده میکنم. میذاریم روی گیره، حالا فرض کنیم گیره و دست کله‌ایمون رو بر میداریم، سیم میزنیم روی دو شاخه‌مون. I never thought as a home baker that I have the chop. و حالا که اینو ما لیم کردیم و اینو بریم برای لیم کردن سیممون. این از این سیممون و این هم از این یکی سیم و حالا به اندازه که میخوام لیم کنیم سر سیممون رو بریزیم. حالا دست کله‌ایمون رو میزنیم، این دو شاخه رو میزنیم بذاریم یواز بجیکم سیم لیم داریم. از این بره سرد بشه. حالا میریم سر این یکی هم لیم میکنم. میذارم روی سر لیم میکنم. و همین شاخه‌مون درست شد. خیلی داغه. حالا اگه دیگه سرد شد
ما به خاطر همین یه لحظه فیلم رو کات کرده بودیم، ببخشید. حالا که دیگه سرد شد، سریع پریزمون رو جا میزنیم و اینم از سریع پریزمون. الان دیگه خیلی راحت میتونیم بزنیم توی برق استفاده کنیم. اینم از پریز جدیدم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.